سلام دوستان عزیزم. من چند وقت بود از سوفیا فیلم و عکس نمیذاشتم. سوفیا تازگی متوجه شدم بیماری FIP داره که بیماری گربه هاست و به هم منتقل میکنم و قبل از که من حامیش بشم این بیماری رو داشته و من نمیدونستم. حتی دامپزشکی هم بردم، نمیدونست، چون سر حال بود. الان چند وقت حالش خوب نیست، زیاد غذا نمیتونه بخوره، خیلی میخوابه، فعالیتش خیلی کم شده و این بیماری رفته توی شکمش رو داشت. و دومی بیماری کشنده گرباست. فرشته کوچولو، دختر مهربونه، با همه دردی که میکشه ولی یه ذره محبتش به ما کم نشده، حتی بیشترم شده. من خیلی دوستش دارم. شاید یه معجزه‌ای بشه، صوفیای من خوب بشه و بمونه برام.